салом шумо таҳаввулоти охирини имрӯзаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 1 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар ҷумҳурияи тоҷикистон аз имрӯз 1 сентябри соли 2020 маоши хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудофиа ва андозаи стипендияи донишҷӯ низ зиёд мешавад. тадбири мазкур дар асоси фармони раисҷумҳурро андоза гардида ба нафақа, стипендия ва маоши хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаҳо ва ташкилоти буҷавӣ низ дахл дорад. ҳамин тариқ аз 1 сентябри соли 2020 маоши хизматчиёни давлатӣ аз ҷумла дар соҳаи маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, илм ва фарҳанг, идоракунии давлатӣ 15% ва маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мудофиа 10% зиёд карда мешавад. инчунин андозаи стипендияи донишҷӯён барои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ бо истиснои стипендияҳои президентӣ, курсантҳои донишгоҳҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корои дохилӣ 15% зиёд мегардад. президенти кишвар дар ҷаласаи охирини ҳукумати ҷумҳурӣ амр додааст, ки тамоми маош ва нафақа бо назардошти афзоиши он сари вақт пардохт карда шавад. غیر از این با نظرداشت استیپندیا و تاثیر عامل‌های بیرونه با نظرداشت پاندمی و تاثیر عامل‌های بیرونه به اقتصاد کشور سفارش داده شده است که برای برطرف نمودن مشکلات موجود است تمام امکانات وسیع و ثمرناک استفاده برده شود. ادامه خبرها. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 52 پروازهای ایلاوگی چارتری را از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان اعلام کرد که از 1 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شدند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه. همزمان خبر داده می شود که همه پروازهای چارتری صادراتی را شرکت هواپیمایی سامون ایر تاجیکستان انجام می‌دهد. زیرا پروازها با مقامات روسیه هماهنگ کرده می‌شوند. رویخط شهروندان برای پرواز چارتری به خارج تا حال از جانب کمیسیه‌های مخصوص سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری‌های گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهرهای سنت پتربورگ، نووسیبیرسک، یکاترینبورگ و اوفا تهیه و قبول کرده می‌شوند. اکثریت اساساً به بیماران، زنان کودکدار خرد، پیرانسالان، اینچنین به آنها داده می‌شود که با مقصد تجارت به روسیه رفتند. عریضه‌های شهروندان برای بازگشت به تاجیکستان توسط پشت الکترونی چارتر روسیه سباشکا mfa.tg قبول کرده می شود. همین طریق در دوره از 1 تا 15 سپتامبر سال 2020 52 عدد پروازهای چارتری به نقشه گرفته شده است. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. مسکو و مینسک درباره برقرارسازی مرحله ارتباط نقلیاتی بین روسیه و بلاروس به موافقه رسیدند. اژانس بلتا خبر می‌دهد که نمایندگان بلاروس و فدراسیون روسیه پس از مذاکرات در مسکو درباره تهیه نقشه عملیات برای برقرارسازی تدریجی ارتباط نقلیاتی به موافقه آمدند. خاطررسانی می‌کنیم که رفت آمد شهروندان هر دو کشور در دوره شروع پاندمی کرونا ویروس تاکنون بازداشته شده بود. نمایندگان دو کشور به موافقه رسیدند که نقشه چهاربینی‌ها را اید به برقرارسازی مرحله علاقه نقلیاتی تهیه کنند. گفته می‌شود در اسارت وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون جمهوری بلاروس. همزمان طور در خبر قید می‌گردد روش‌ها برای اجرای این تدبیرها باید با مقامات روسپاتربنادزور و خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی جمهوری بلاروس هماهنگ کرده شوند. خبر می‌دهد تاس. رهبر گنرالی سازمان عمومی جهانی تندرستی تدروس ادحانوم گیبریوس گفت که سازمان تلاش‌ها برای گشودن مرزهای کشورها را پس از قرنطینه با شرط احتیاط دستگیری می‌کند و این را روز 31 آگوست در بریفینگ با خبرنگاران اظهار داشت. سازمان عمومی جهانی تندرستی کوشش‌ها را برای گشودن اقتصادیات و جامعه پورا دستگیری می‌کند. ما می‌خواهیم که کودکان به مکتب روند و آدمان به جای کار خود برگردند. اقتباس می‌آورد ری‌آ نووستی از قول تدروس ادحانوم گیبریوس، دیرکتور گنرالی سازمان عمومی جهانی تندرستی.
و افزوده است که این کار باید به محیط بخطر انجام داده شود و گفته رهبر سازمان جهانی بهداشت هر قدر که کشورها وضع کووید 19 را نظارت کنند همانقدر بیشتر میتوان مرزها را زودتر باز کرد. دیرکتور گنرالی سازمان جهانی بهداشت هشدار داد شدن بدون نظارت یک دستوری آفت است. قبلا خبرها نشر شده بود که شماره گرفتاران سرایت کرونا ویروس در جهان از مرز 25 میلیون نفر گذشته است. در ادامه موضوع، استراتژی شوئدیا اوید به جاری نمودن محدودیت‌های نرم در دوره مبارزه با پاندمی کرونا ویروس باید برای دیگر کشورها نمونه باشد. و در این باره فرستاده مخصوص سازمان جهانی تندرستی دکتر دیوید نابرو در مصاحبه با رادیوی مگس زلندیای نو خبر داده است. باوری بین مقامات و جامعه کلیدی شکست کووید 19 می باشد تاکید داشته است دیوید نابرو. و شوئدیا را برای این عمل سازگارش نمونه برای دیگر کشورها نموده است. در شوئدیا حکومت توانست به مردم اعتماد داشته باشد و مردم توانستند به حکومت اعتماد کنند، شرح داده است دیوید نابرو. و مناسبت مقامات یک کشور اروپایی را با مبارزه علیه پنجشنبه کرونا ویروس صادقانه و درست درک کرده اهالی نامیده است. استکهلم با گفته نابرو به وجدان شهروندان خود تکیه کرده چاره‌های قطعی قرنطینه را جاری نکرد. خود همین سیاست را در آینده دیگر کشورها نیز باید رعایت کنند. با گفته فرستاده ویژه سازمان عمومی جهانی تندرستی، قرنطینه شدید ابزار خام است که به درآمد مردم و تجارت خود تاثیر جدی می‌رساند. در ماه یون پروفسور مایک بیکر از زلندیای نو گفت که شوئدیا در رد جاری کردن قرنطینه پر به خطاگی راه داده است. بعدتر کارشناسان که با بلومبرگ مصاحبه کردند به خلاصه آمدند که اقتصاد شوئدیا در نتیجه پس کشیدن مقامات از چاره‌های شدید محدودکنی در ماه فوریه می سال 2020 فایده بیشتر به دست آورده است. و گفته کارشناسان اقتصاد جهانی دیوید اوکسلی مجموع محصولات داخلی شوئدیا در منطقه 7% کاهش خواهد یافت، ولی در حالی که دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی تا 3% مجموع محصولات داخلیشان کاهش می‌یابند. سال 2020 شماره اهالی روسیه 158,000 نفر کم می‌شود که این نشان دهنده نهایی در 14 سال اخیر می‌باشد. این از متن لایحه نقشه یگانه حکومتی برای رسیدن به هدف‌های رشد ملی روسیه تا دوره سال 2024 و برای دوره بنفشه‌گیری تا سال 2030 برمی‌آید. می‌نویسد اربکا. طبق این سند روسیه تنها تا سال 2022 می‌تواند با دینامیکای مثبت افزایش اهالی نائل شود. نشریه قید می‌کند که حجت در آینده هم تغییر خواهد یافت. قبلا رهبر روستات پاول مالکوف گفته بود که برای خودگیری اهالی ماه اپریل سال 2021 برگزار می شود و این چنین علاوه داشته است که برای خودگیری اهالی روسیه ماه اکتبر سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس این روند به تأخیر گذاشته شد. خبرهای آخرین روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.